اگه عاشق جنگیدن با رفیقات هستی، اگه عاشق بازی‌های کارتی هستی، اگه عاشق بازی‌های رومیزی هستی، اگه عاشق این هستی که یه نفر رو به دوئل بکشی، بهترین بازی کارتی دیجیتالی دنیا رو امروز میخوام بهت معرفی کنم. اما قبلش بهت بگم این بازی اعتیاد شدید داره. قبلا یه ویدیو کوتاه راجع به این بازی ساخته بودم، معرفیش کرده بودم. یه بار دیگه اینجا براتون معرفیش میکنم. یکی از بهترین بازی کارتی دنیاست و 2 سال جایزه بهترین بازی کارتی دنیا رو گرفته. خیلی قدیمیه این بازی. اول از همه روی کامپیوتر اومده بوده و بعد اومده روی گوشی. تقریبا 2-3 گیگ حجم داره و بهترین بازی دوئلی دنیاست. شما توی این بازی چند سبک دارید برای بازی کردن و من اسکرین موبایلمو الان میزنم و شما میتونید ببینید که چه سبکایی توی این بازی وجود داره. اصل این بازی، مبنای این بازی بر مبنای دوئل کردنه. یعنی به شما این فرصت رو میدی که با یارتون، با رفیقتون یا با جمعی از رفیقاتون دوئل کنید. اولین باری که این بازی رو نصب میکنید به شما آموزش کامل بازی توی تقریبا 25 دقیقه 30 دقیقه داده میشه. پس اصلا نگران نباشید اگر من چیزی اینجا توضیح میدم و بلد نیستید. توی این بازی 9 تا هیرو وجود داره که هر کدوم یه قابلیت ذاتی داره و به شما یه دونه کیف داده میشه تا 30 تا کارت به طور معمول توی اون جا بدید. توی بعضی از شرایط شما تا 40 یا حتی 50 تا کارت هم میتونید توش جا بدید و نهایت ظرفیت این کیف 60 تا کارته. ولی اول بازی 90% 95% بازی ها با 30 تا کارت شروع میشن و توی این بازی شما میتونید به صورت آنلاین رفیقاتون رو اد کنین. همینجوری که میبینیم کلی از رفیقای من اینجا هستش، اد میکنین و با رفیقتون بازی میکنین، یا اینکه نه با یه نفر توی دنیا میتونین این بازی رو بکنین. این بازی به صورت دوئله. من یک بار این بازی رو برای شما میکنم تا ببینین چه جوریه. البته بهتون بگم توی این بازی کارت های زیادی وجود داره. قبل اینکه وارد بازی بشیم توی این قسمت مای کالکشن که بزنید انواع اقسام کارت‌ها رو می‌بینید واسه هیروهای مختلف. این بالا اگر کلیک کنید هیروها رو ببینید، هیروهایی که تو این بازی وجود داره. این یکی هم دسته کارت‌های آزاد بازیه. یه سری کارت‌هایی هستن که واسه همه هیروها میتونن استفاده بشن و 11 تا هیرو وجود داره تو این بازی و درست بگم 1 2 3 4 5 6 11 تا هیرو وجود داره و یه دسته کارت آزاد بازی. روش کلیک میکنین یک عالمه کارت اینجا هستش مثلا واسه این هیرو که شما میتونید توی یه کیف جدید بچینید و با این کارت ها که به صورت اسپلن یا مینیون، اسپل یعنی جادو و سحرن و مینیون، برید تو جنگش. حالا مثلا چجوریه؟ این الان یک جادو و سحره که شما میبینید و نوشته Destroy minion then return it to life with full health. میگه یه دونه مینیون تو من میکشم با هر چقدر جون کم یا جون متوسط و دوباره برش میگردونم به زندگی با جون پر. خب این یه اسپله که شما میدین، اسپل رو توی استفاده کنین. یا یه سری مینیون داریم که نمیشه اسپل دمیج، یعنی اون اسپل هایی که شما استفاده میکنید دمیجشون یکی بیشتر میشه. 3 تا اتک اینه و 2 تا جون اینه. بریم توی بازی بیشتر با این قضیه آشنا میشید. اما خواستم اینجا بهتون معرفی کنم که اینجا کلی کارت وجود داره که شما توی دکتون میچینید و وارد بازی میشین. چجوری این کارت ها رو میتونید بگیرید؟ هم میتونید بخرید به صورت پولی، همین که به شما یه سکه خود بازی میده. چجوری این سکه بازی رو میده؟ یه سری قرارها با شما میذاره، یه سری مثلا کوست های دیلی بهتون میده. میگه مثلا با هیروی میج یا دیروید 3 بار پلی کن که من بهت 1000 تا مپ بدم. این مپ ها میاد توی یک جایی مثل اینجا و میبینید همینجوری که میبینید به شما مثلا پک میده. توی هر پک 5 تا کارت هستش یا پول میده به شما که با این پولا میتونید دوباره پک بخرید از توی شاپ و این پک ها رو اینجا تو قسمت اوپن پک باز کنید. پک ها رو باز میکنید و کارتاتون هی بیشتر میکنید. باز بعضی از کارت هایی که دوست دارید رو مثلا این کارت ها مدل های متفاوتی داره. اگر این اسمس برید کنار، کارت ها مدل متفاوتی داره. کارت های گلدن داریم، کارت های اپیک داریم، رید داریم، لژندری داریم که قدرت ها و توانه های زیادی دارن و زیرش هم نوشته که این کارت واسه کدام هیروی. مثلا این شامن وارلاک شامنه. اوکی داونو میزنیم. یه بخش اوپن پک داریم که شما پک های جدید رو اینجا باز میکنین و باش دکاتون رو میسازین. باز هم راه ها و روش هایی داره که تو خود بازی بهتون یاد میده چجوری کارت مورد نظرتون رو بخرید، چون این کارت ها به صورت رندوم به شما داده میشه. من یک دست 2 سبک
سبک بازی اینجا، چون دو سبک مختلف داره. یه سبکش اینه که با دوستاتون و رفیقاتون با هم جمع بشید، یا اینکه یک گروه 8 نفره با هم جمع میشن و با هم مبارزه میکنه. حالت تورنمنت داره، نفر اول دوم سوم جایزه میگیره و بقیه نفرها تنبیه میشن تو این بازی. و یه حالت دوئل داره که شما به صورت دو نفری با رفیقت یا با یه نفر توی دنیا شروع میکنی این بازی رو کردن. الان من دارم رو حالت همون رنک مود هم باز مدل های مختلفی داره. گفتم توضیحات زیاد داره این بازی، اما نگران نباشید چون خود بازی همون اول یاد میده. شما هر ترنی که میگذره 1 دقیقه فرصت فکر کردن دارید. اولین بارم 4 تا کارت یا 3 تا کارت براتون میاد که میتونید یه سریشو انتخاب نکنید. چرا انتخاب نکنید؟ چون اینجاها این کارت ها واسه استفاده کردن یه نیرویی از شما میبره. این الان 8 تا نیرو میبره، 3 تا نیرو، 1 نیرو و 1 نیرو. 8 تا نیرو واسه اول بازی غیر ممکنه، میگم جلوتر، چون این مدل بازی اینطوریه که اول با 1 نیرو به شما میاد جلو، دست دوم 2 نیرو، 3 نیرو، 4 نیرو تا 10 نیرو میبره بالا. یعنی توی یک ترن بعد از 10 دست شما میتونید 10 نیرو استفاده کنید. الان تو اینجای بازی بهتره اونا که 1 نیرو و 3 نیرو و 1 نیرو ان استفاده کنید. من کانفرم میزنم، اون کارت از دست من میره توی جعبه کارتام و یه کارت جدید جایگزین میشه براش. بازی فوق‌العاده است، گرافیک فوق‌العاده‌ای داره، اصلا قابل مقایسه با بقیه بازی‌های کارتی دنیا نیسته. و خب اینجا که میبینیم بغل من الان 1 نیرو دارم یا 1 مانا دارم، در واقعیت به اینا میگم مانا. 1 مانا دارم. این کارت من 9 تا مانا میخواد، نمیتونم بازیش کنم. این کارت من 3 تا مانا میخواد، نمیتونم بازیش کنم. این کارت من مانا نمیخواد. خودش چیکار میکنه؟ میگه من خودم یه مانا کریستالم، یعنی میتونی اینو استفاده کنی و الان مانات بشه 2. ولی خب من الان همین یه مانا جواب میده و این کارت همون که کوست بازیمه میندازم تو بازی و کوست من فعال میشه. وقتی کارم تمام شد میتونم انتر کنم که رفیقم از وقتش استفاده کنه. حد اکثر تایمی که به رفیقت یا خودت داری 1 دقیقه است، ولی زودتر میتونی تحویل بدی که بازی زودتر جمع بشه و بره جلو. خب تو این بازی میبینید که من کوستم چیه؟ میگه اگه 7 تا دتراتل مینیون بازی کنی، دتراتل یعنی مینیون هایی که میمیرن و یه اتفاقی با مردنشون میفته، یه کارت بهت میدم که جونت هر چقدر اومده باشه پایین به 40 فول برسه. ببینید این جون رقیب منه 30، این جون منه که به استفاده از یه کارت شده 35 اول بازی. گفتم اول بازی معمولا جونا 30. حالا چجوری میتونیم به هم دیگه دمیج بزنیم؟ یه سری از اسپل ها دمیج میزنه به طرف، یه سری از کارت ها هم که میبینید نوشته 8 تا زرد، 8 تا قرمز. این 8 اینجوریه که 8 تاش دمیجه و 8 تاش جون اون مینیونه. اگر بخواید اون مینیون رو بکشید بعد بهش 8 تا دمیج بزنید، یا اگه این مینیون میتونه به هر چیزی 8 تا دمیج بزنه ولی تو ترن خودش. من الان 2 تا مانا دارم و عملا چیز خاصی نمیتونم بازی کنم. این کارت من یه حالت تریدبل داره. گفتم کارت ها قابلیت خاصی داره. من میتونم کارتمو تعویض کنم با یه کارت دیگه توی دکم. یه کارت باز مانا بالا اومده، من انترن رو دوباره میزنم، منتظر میشم ببینم رقیبم داره چیکار میکنه. رقیبم یه سیکرت استفاده کرده تا اینجا، یعنی یه چیزیه که من نمیدونم چیه، اسپله که من نمیدونم چیه، ولی یه خرابکاری قطعا از کارهای من میخواد بکنه. 2 تا کارت انداخت زمین همینجا، یکیش 2 تا دمیج داره، یه دونه جون، یکی دیگه 2 تا دمیج داره، 3 تا جون و قراره اینا به من دست بعد اتک بزنن. این دستی که شما کارتو میندازید زمین معمولا نمیتونید بازیش کنید. یک دست میخوابم و دست دوم میتونید با اون کارت بازی کنید. اوکی، من اینجای بازی میبینم که 2 تا کارت رو زمینه و من هیچی کارت دارم، 3 تا مانا دارم و باید یه مقابله‌ای با خودم بکنم جلوی اینکه ازش کتک نخورم. یه کارت مانا رو بازی میکنم. آها، سیکرتش اینجا مشخص شد. میگه وقتی که تو یه اسپل بازی میکنی این کانتر میکنه اون اسپل رو، نمیذاره اسپل بازی شه. من مانا رو بازی کردم ولی هنوز چیزم 3 تاست، هنوز مانام 3 تاست، چون که کارت منو سوزون. در واقع مجبورم انترن کنم چون کارت 3 تایی درست حسابی ندارم. اینم یه اسپله که الان به کارم نمیاد. دیگه اگر رفیقایی که داشته باشه که دتراتل باشن و مرده باشن دوباره زنده اسپله دوباره اون انداخت. حالا شروع کرد به دمیج دادن به من. میبینید اینا، این کارت 2 تا دمیج داره، این کارت 2 تا دمیج داره، این کارت 2 تا دمیج داره و شروع کنه به دمیج دادن به من. و خب یه سری کارت هایی داریم نوشته روش تانت.
ببین کارت ها خیلی زیادن و خیلی کارهای خاصی میکنن. دستراتر داریم، رایف استایل داریم، تانت داریم و همه اینا توی بازی اولش به شما یاد داده میشه. پس زیاد نگران این نباشی که چقدر سخت شد، چقدر باید من چیز انگلیسی بلد باشم. نه، فقط انگلیسی ساده است. میشه at the end of turn summon a minion, summon a 5 copy of minion in your deck. میگه یه 55 از دکت یا همون جعبه کارتا شانسی میارم بیرون. اوکی، من مجبورم یه کارت ها بندازم که کمتر دمج کنم. یعنی این یکی کارتش مینیون منو کانتر کرد، دید غیب شد مینیون من. اوکی دیگه فعلا کاری نمیتونم بکنم، مانامو استفاده کردم و اون کارت منو نابود کرد در امان. تانک یعنی که اول باید این کارت زده بشه و بمیره، بعد بتونه به خود من دمیج بزنه. بعضی از هیرو فرست بازن، یعنی سعی میکنن اول بازی یه کاری بکنن تو بمیری. بعضی از هیرو هم مثل من لیت گیم بازن، یعنی سعی میکنن بازی رو طولانی کنن، بازی رو به هی عقب‌تر بندازن که فرصت کافی داشته باشن واسه بازی کردن. اوکی، من کارتامو بهتون توضیح میدم توی بازی، ولی فعلا یکشو میندازم که کمتر دمیج بخوام. در واقع این کار فقط واسه کمتر دمیج خوردنه و کار دیگه ای الان از دستم بر نمیاد، چون که دستراتل این اصلا عمل نمیکنه. میگه اگر یکی مرده باشه من زندهش میکنم دستراتلش، ولی خب کسی نمورده تا الان، اولین کارت قرار بمیره. خب این کارت یه کارت خیلی خفنه. بعضی از این کارت ها شما نمیتونین پیدا کنید. من 15 سال تقریبا این بازی رو میکنم و جزو اولین بازی کردم. این کل دک طرف رو کپیشو میبره تو دک شما. این بعضی از این کارت ها روی وایلد هست، حالت وحشی. حالا جلوتر متوجه این بازی میشید. رو حالت وایلد کسایی که از قدیم اومدن یه سری کارت ها ممنوع شدن الان تو حالت کلاسیک بازی. مثلا این کارت وجود نداره، این کارت وجود نداره، ولی رو حالت وایلد یا حالت وحشی همه کارت ها موجود هست. پیشنهاد می‌کنم اول بازی رو وایلد شروع نکنید، چون که کار بسیار سختی. دوباره من یه کارت انداختم، دوباره اون کانتر کرد. بله این کارت رو احتمال زیاد میبره. میبینید که دمیجش رو من داد. من اصلا نتونستم به اتک کنم، منفی منو شکست داد این رقیب. من کارتام یه جوری بازم میندازم عقب بازی و خب شکست خوردم تو این بازی. عجیب نبود وقتی داشتم توضیح میدادم، البته شانسم هم زیاد خوب نبود. من تا اینجای بازی 2341 دست وین رنک دارم تو این بازی. عدد خیلی بالاییه، یعنی 2341 بار فقط بردم تو این قسمت بازی. یه قسمت دیگه ای داره بازی به نام بتل گراند. بتل گراند این مدلی که شما دیگه لازم نیست دک بچینید. میری داخلش، اینجا میتونی 8 تا از رفیقاتو توی این قسمت بازی اد کنی و 8 تایی با هم مبارزه کنی، یا مثلا 3 تا از رفیقاتو رد کنی با 5 نفر دیگه تو دنیا ترکیب میشی و با هم دیگه مبارزه میکنی. مبارزه کردن دقیقا مثل همینی که بود، ولی کارتاتونو توی خود همون سیستم میخرید. یعنی وقتی شروع میکنید به بازی کردن کارتاتون رو همون لحظه میخرید دیگه. اینجوری نیست که یه دکی داشته باشید از قبل کارت جمع کرده باشید. این بازی به درد کسایی میخوره که اصلا کارت ندارن و شما که تازه اومدید تو این بازی و کارت خاصی ندارید. این بازی خیلی به درتون میخوره، چون اصلا نیازی ندارید که شما کارت روز اولی که این بازی رو نصب کنید شما تو قسمت بتل گراند بازی میتونید بازی کنید. همون اول 2 تا هیرو بهتون معرفی میکنه، هر کدوم یه لول ذاتی یا یه کاری از خودشون میکنن. این میگه اول بازی من یه ویروس 2-2 میذارم زمین که هر کی باش تماس بگیره میمیره. این یکی میگه که من وقتی شما رفرش میکنی واسه کارت خریدن یه دونه تیر یا یه قدرت بالاترش رو بیذارم زمین. خب من واسم فرقی نمیکنه تو این بازی، مثلا اینو انتخاب میکنم. هر هیرو دوباره 30 تا جون داره. یه شیلدی هم تو این بازی وجود داره که تو بعضی از بازی هم میبینی این شیلده هستش که جونه به اضافه این شیلد هست 37 تا در واقع جون داره. میدونم ممکنه یه کمی به نظرت سخت بیاد، ولی اوکیه. بازی خیلی ساده ای، اون قدم سخت نیست که به نظر میاد. کافی 1-2 دست بازی کنی تا ببینی چی کار میتونی بکنی. خب توی این بازی بهت میگه که آقا اینجا الان حالت خرید بازی، اینجا 32 ثانیه 31 ثانیه وقت داری که شما خرید کنی. 3 تا سکه اول بازی بهت میده واسه خرید بازی. من مثلا یکی از اینایی که اونو که دوست دارم رو میخرم، مثلا این کارت رو من میخرم. فقط کافی بکشی رو اینجا خرید میدشه، بعد میدازم توی بازی. این کارت هم
و بعد اینکه این 3 ثانیه تمام شد شما این 8 از رفیقان 1 2 3 4 5 6 8 از رفیقان به طور همزمان با هم می‌جنگن. این که کی به کی اتک بزنه تصمیم خود بازیه، مثلا شانسیه و شانسی هم اتک میزنم و این بخش بازی تقریبا شانسیه، ولی خب به کارتایی که میشینی و به سبک بازی که کار میکنی خیلی ربط داره. این بازی هم باز این قسمتش آموزش داره، ولی این چند سبک بازی تو این داریم که این کارتایی که داری میخری هر کدوم از یه سبک بازی هن نوشته. این تو این قسمت که این بالای این کوست فشار میدید می‌نویسه مثلا 20 دمون، المنتار، مچ و آندد سبک های بازی هن که الان تو بازی هن و دراگون، مورلاک، ناگا، پریست و کویلبور سبک هایی هن که الان تو بازی نیستن. وقتی اینجای بازی کلیک کنین اول بازی هم بهتون میگه که اینجوری داستان چیه کلا. اوکی من یه بار ریلود میکنم از لول یکی از اینا رو میکشم و دوباره میندازم و دوباره همینجوری جنگ اتفاق میفته. یکی همه هست میشن تا 3 نفر برتر انتخاب بشه بازی تو این بازی و هر موقع هم بخوای میتونی از بازی لفت بدی و کانسیل کنی. بازی خیلی خفنیه دیگه، نمیخوام بیشتر از این وقت تو بگیرم راجع به این بازی. این بازی نیاز داره که یه مقدار زبان بلد باشی و بتونی که بخونی حداقل و ترجمه خیلی ساده کنی. magnetic at the end of your turn gain 1 و 1 میگه مگنتیکه، یعنی حالت مغناطیسی داره این کارت. حالا که جلوتر توی بازی میفهمی مغناطیسی یعنی چی. و آخر هر ترن 1 و 1 بهش اضافه میشه. الان 3 و 3 هر ترن بعد میشه 4 و 4. این یکی میگه مثلا آخر هر ترن یکی از اینا رو به دمونات میده میخوره. دمون چیه؟ یه سری کارتای دمون داریم پایینش نوشته دمون. این نوشته من یک کارتو استاتشو میخورم برای خودم. بعد یه مقدار زبان انگلیسیت خوب باشه که بتونی این بازی کنی، ولی دیوانه این بازی میشه. یعنی منی که دارم بازی میکنم، من تقریبا تو این 15 سال همه بازی‌ها رو ول کردم بجز این بازی و این بازی همیشه برای من باقی میمونه و هنوزم که هنوز اول توی کامپیوتر بازی میکردم الان توی پی سی همچنان دارم اینو بازی کنم. حتما تستش کنیم و نظرت راجع به این بازی برام کامنت کن. حتما لایک یادت نره لطفاً. و اگه دوست داری از بازی و اپلیکیشن جدیدی که توی این بازار میاد با خبر باشی حتما دوست دارم. فعلا